ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 41-ро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. بعدها از مضمون یادداشت‌های عینی معلوم می‌گردد که آن غزل گلی سرخ را قاضی کلانزاده شریف جان مخدومی صدری ضیا یا به سبب خوب ایجاد شدنش یا با مقصد دلبرداری مؤلف غزل و یا با سبب از امتحان گذرانیدن مصنفش را مبالغه‌وار تعریف می‌کند. از آن محاکمه و بیانات شریف جان مخدوم برمی آید که گویا او از آن غزل عینی هیچ گونه نارسایی و کمبودی نیافته است. در عین زمان برای فهمیدن آنکه غزل گلی سرخ از آن خود عینی هست یا نه، او سپارش می دهد که درباره وفات پدر مرحومش قاضی کلان دام الله عبدالشکوری آیت تاریخی نویسد تا که با توسط آن خاطره از عینی به او باقی ماند. همین لحظه را عینی در یادداشت‌ها به خاطر آورده آن را به طور ذیل به قلم داده است. او شعری مرا به هیچ تنقید تعریفی مبالغه‌دار کرد و در پس آن تعریف به من فرمود که برای پدری مرحومش دام الله عبدالشکوری آیت قاضی کلان تاریخی وفات نوشته دهم. عینی کلیات جلد 7 صفحه 223. عینی بعدها همین مطالعه این شعرش را از جانب قاضی کلانزاده شریف جان مخدومی صدری ضیا و فرمایش نوشتن تاریخ فوت قاضی کلان عبدالشکوری آیت را همچون امتحان ایجادی و درک و فهمیش قابلیت شاعریش از جانب او حساب می کند. او همین لحظه را به خاطر آورده تأکید می کند که این فرمایش قاضی کلانزاده شریف جان مخدومی صدری ضیا آید به نوشتن تاریخ وفات یک عالم کلام دام الله عبدالشکوری قاضی کلام که با تخلص آیت شعر ایجاد می کرد و 6 سال پیشتر در سال 1306 هجری 1889 میلادی به عالم ابد رحلت نموده بود، غیر از امتحان چیزی دیگری نبود. همانجا جلد 7 صفحه 223 حساب می نماید. سبب دیگری این سپارش را عینی در آن می بیند که گویا باوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدومی صدری ضیا نمی آید که عینی بر این یک جوان هوسکار صحرایی چنین یک شعری کامل آفریده می توانسته باشد. بنابراین او کشاد و روشن نباشد هم از آن خود عینی بودن آن را تا اندازه بزیر شبهه می گیرد و می خواهد که با توسط نوشتن تاریخ راجع به فوت پدرش قاضی کلان عبدالشکوری آیت او را امتحان کند. بنابراین به من آن تاریخ را فرمود تا که حقیقت حالی مرا فهمیده گیرد. گویان عینی مقصد اصلی خوجین سابقش را جمع بست می کند. صدرالدین عینی کلیات جلد 7 صفحه 223. عینی تأکید می کند که او در مدت 1 هفته بعد این سپارش و فرمایش قاضی کلانزاده شریف جان مخدومی صدری ضیا
آن پارچه شعر آن تاریخ را عبارت از 6 بیت به اتمام رسانیده بوده است. اما خود عینی که راست قبل و حقیقت جوی بود، بی یگان مبالغه و محابات این تاریخ خود را از جهت شعریت پست، پر از جمله ها و عباره های تمطراق، آب شسته و تقلیدی مدرسگی و از جهت ماده تاریخ بی‌هنرانه می حسابد. با تأسف گفتن لازم است که آن تاریخی درباره وفات قاضی کلان عبدالشکور آیت ایجاد گردیده تا به امروز دسترس خوانندگان نگردیده است. اگر آن دسترس می گردید و به هر حال با آن محققان شناس می گردیدند، آن به آنها معلومات و مواد مفیدی می داد و درباره چگونگی شکل و مضمون، صنعت و پویتیک، زبان و اسلوب، ساخت و استخوانبندی آن تاریخ تصوری معین حاصل می نمودند. من، می نویسد عینی، 1 هفته مهنت کرده تاریخی مذکور را نوشتم. آن پارچه 6 بیت 12 مصرع بوده، از جهت شعریت پست، پر از عباره و جمله های مدرسگی و از جهت ماده تاریخ بی‌هنرانه بود. عینی کلیات جلد 7 صفحه 223. همین طور عینی با ایجاد تاریخ وفات قاضی کلان عبدالشکور آیت هم سپارش اجتماعی، هم شخصی و مخصوصاً سنجش قاضی کلانزاده شریف جان مخدومی صدر ضیا را به جا آورد و هم سزاوار فتوای او در کار منبعده ایجادی خود همچون شاعر گردید. اثبات این فکر آن شده می تواند که قاضی کلانزاده شریف جان مخدومی صدر ضیا بعد از شناسایی با متن تاریخ به فوت پدرش قاضی کلان عبدالشکور آیت، با همه کمبودی هایش که خود عینی آن همه نارسایی و کمبودی ها را اعتراف کرده بود نگاه نکرده، آن متن تاریخ را تعریف و توصیف می نماید. با وجود این به خاطر می آورد عینی آن لحظه ها را، مطالعه آن تاریخ را شریف جان مخدوم معقول یافت و هیچ تنقید هم نکرد. با همین ضمناً به شاعر بودن من قناعت حاصل نمود. عینی کلیات جلد 7 صفحه 223. چنان که مشاهده می شود با گفت خود عینی، آن تاریخی به وفات قاضی کلان عبدالشکور آیت پس صفت پر از عباره و جمله های مدرسگی و از جهت ماده تاریخ بی‌هنرانه ایجاد شده باشد هم، با سبب به همه قانونهای نظم کلاسیکی موافقت کردنش، آن تاریخ به قاضی صدر ضیا معقول می افتد و او آن را تنقید هم نمی کند. صدر ضیا با همین شاعری عینی را اعتراف می کند و به شاعر شدن او راهی وسیع می کشاید. از این مثال روشن می گردد که قاضی شریف جان مخدومی صدر ضیا از ماه‌های اول انتخابی تخلص عینی در کار شاعری عینی را دستگیری می کرده است، در پیشروی و تکاملیابی و صیقلیابی ایجادیاتش یکی از مددگارانش به حساب می رفته است و در این راه سهم گذاری کرده بوده است. بنابراین از همان سال 1895 سر کرده عینی با دستگیری قاضی شریف جان مخدومی صدر ضیا با جذب کلام به آفرینش شعرهای تازه به تازه و نو به نو کمر همت می بندد.
بعد از این رشد و کمالات من بعده فعالیت ایجادی و انکشاف قابلیت شاعری عینی با شناساییش با محمد صدیق مخدوم حیرت، با مدد و تعلیم بی‌غرضانه او درباره نازکی‌های صنعت شعری، کلام بدیعی و پویتیکای نظم کلاسیکی سخت علاقمند می باشد. اولها شناسایی و اندکی بعدتر دوستی و برادری و در آخر باز وظیفه استادی را در ساحه ایجادیات بدیعی و آفرینش شعر به جا آوردن محمد صدیق مخدوم حیرت در آخرهای سال 1895 و یا اولهای سال 1896 برای او کشفیات بزرگی می گردد. چنان که خود عینی می نویسد، در همان ماه‌های زمستان و آغاز بهار سالهای 1895 1896 یعنی در ماه‌های ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول و جماد الثانی سال 1330 هجری، دکبر سال 1895، ینور، فوریه، مارس سال 1896 بعضی ملا بچگان همسایه حجره‌ای در درس‌هایشان از عینی پایان‌تر و پس دانشتر و کم معلومات‌تر بعضی موضوع، معما و مسئله و چیزهای درسیشان را از او می‌پرسیدند و در عین زمان آنها یا از یاد شعر نوشتن و یا شعر گفتن عینی را یا می‌شنیدند یا می‌دیدند و یا پی می‌بردند و با همین راه نام عینی آهسته آهسته در بین مردم پهن می‌گردد. یکی از چنین ملا بچگان همسایه حجره عینی، ملا ایشان قل نام طالب علم از دهه شهر اسلام بود. ملا ایشان قل در وقتی یکی از درس تیار کنی ها و مدد پرسی های نوبتی با عینی به او خبر می دهد که او پارسال در سال تحصیلی 1894-95 در مدرسه محمد علی حاجی استقامت می کرده است که همسایه حجره‌اش محمد صدیق مخدوم حیرت نام یک ملا بچه بخارایی خوش ذهن و با عقل و خوش فهم بوده است. ملا ایشان قول به حجره آن مخدوم محمد صدیق حیرت بسیار در آمده درسهای خود را از او نیز می پرسیده است. همین ملا ایشان قول به عینی درباره شعرنویسی حیرت چنین خبر می رساند: وی هم مانند شما از درون خود غزل برآورده می نوشت. عینی کلیات جلد 7 صفحه 223. هنگامی که عینی از زبان خود ملا ایشان قل این خبری از درون خود غزل برآورده نوشتنی محمد صدیق مخدوم حیرت را می شنود و با حیرت نه تنها شناس بلکه قدردان و حال پرس بودنش را می شنود و می فهمد، از ملا ایشان قل خواهش می کند که یگان روزی تعطیل حیرت را به حجره‌اش دعوت کند تا که با وی هم شناس و هم صحبت گردد. ملا ایشان قل این خواهش عینی را بیچور و چرا بجا آورده در یکی از روزهای تعطیلی اولین همان هفته بعد آن صحبتشان محمد صدیق مخدوم حیرت را به حجره عینی به مدرسه بدلبیک نو می آرد. حیرت در هنگام آن ملاقات نخستین در حال همان جوانی بیماری یکرهه عینی را که 2 سال پیش در سال 1894 در دهه ریگزار در شینی خانه ملا دولت و پسران او مقصود جان و طاهر جان دیده بود می شناسد. ولی عینی آن شناسایی و دیداربینیشان را در دهه ریگزار
دیرتر به خاطر می آورد. عینی در آن روزهای سفرش به ساکتری در حالت بیماری سختی بود که در چنین وضعیت او غمخواری های زیاد و مناسبتی انسان پرستانه حیرت و پیرمرد قامت خمیده پرشفقت ملا دولت را نسبت به خود احساس کرده بود. حیرت را پسری خرد پیرمرد حلواگر ملا دولت طاهر جان که همسال و هم مکتب، جوره و دوستی نزدیکش بوده است، در همان سال تعطیل 1894 به حوری و باغشان به دیهه ریگزار دعوت کرده بوده است. طاهر جان در نوبت خود جوانی خوش‌سواد و شعرفهم بوده، دوتار را هم مشق می کرد و خیلی صوت و نواهای شش مقام را هم از خود کرده بود که عینی در یادداشت‌ها درباره استعداد او به آیندگان معلوماتی صحیحی داده است. همانجا جلد 7 صفحه های 224 225. دایره همین حولی و دوستی با اهل بیت ملا دولت حلواگر در آن سالهای تعطیل به محمد صدیق مخدوم حیرت تراوت تازه‌ای بخشیده بودند که پیش راهی اوج بیماری سیلش را اندکی باشد هم گرفتند. طبابت و نگاه و بینی، دلسوزی و شفقت، خدمت و مهربانی بی‌مثل و مانند و از مرگ نجات دادن عینی پس از رهایابی از کسری وبا، غمخواری بی منتی صاحب خانه ملا دولت و پسران او مقصود جام و طاهر جام و مهمان آنها حیرت در تابستان سال 1894 این دو جوانمرد شعر پرور و دوستداری صمیمی شعر و شاعری و ادبیات بدیعی حیرت و عینی را اولها شناس و دوست و بعدتر جورهای جانی و برادران قیامتی گردانیدند. از اولین ساعتهای ملاقات عینی با محمد صدیق مخدوم حیرت در حجره خودش در مدرسه بدلبیکی نو، معامله و مناسبت، اندیشه و گفتار و فعالیت ایجادی آنها از کار و کردار و ملاقات دوستان دیرینه گواهی می دادند. حقیقت این فکر را باز با آن دلیل اثبات کردن ممکن است که هنوز در همین واخوری اولین در حجره عینی تحلیل و توضیح و تصحیح شعر گل سرخ عینی از جانب خود حیرت به وقوع می آید. عینی بعدها این لحظه ها را به خاطر آورده آن را به طور ذیل بیان کرده است. صحبت ما و حیرت در اولین ملاقات مانند دوستانی دیرینه گرم شد و او از من شعر خودم را پرسید. من هم ابا نکرده به او یک شعر خود را که همان سال به مناسبت سیر گلی سرخ و به سبب نرفته ماندنم به آن سیر با تخلص عینی نوشته بودم نشان دادم. عینی کلیات جلد 7 صفحه 225. چنان که بعدها معلوم می گردد این همان غزل گلی سرخ بود که عینی آن را در همان سال 1312 هجری 1895 میلادی در هنگام سیر گلی سرخ نوشته در نزد دوستش میرزا عبدالواحد منظم اولین بار به قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم صدر ضیا در حولیش نشان داده بود. خود عینی این لحظه را به طور ذیل به قلم داده است. این همان شعر بود که در وقت ایجاد کردنم
به شریف جان مخدوم نشان داده بودم و او وی را بی تصحیح تحسین نموده، حتی درباره از آن خودی من بودنی آن شعر شبهه کرده بود. همانجا جلد 7 صحیفه 225. تفاوت در بین مطالعه و محاکمه شریف جان مخدوم صدر ضیا و محمد صدیق مخدوم حیرت غزل گل سرخ عینی را در آن بود که یکومی به وریانت نخستین غزل هیچ گونه تصحیح و اصلاح و تغییرات ندر آورده، آن را مبالغه آمیز تحسین نموده تعریف کرده بود، ولی در عقل و تفکر و شعورش شبهه از مال صدرالدین عینی بودنی آن غزل پیدا گشته بود. اما دومی محمد صدیق مخدوم حیرت بعد از شنیدن آن غزل از زبان عینی خودش همان لحظه آن را به دست گرفته دور و دراز خاموشانه مطالعه کرد و باز به دست مصنف برگردانده است و از او دوم باره با آوازی بلند خواندن آن شعر را خواهش کرده است. بعد از این حیرت چگونه کمبودی داشتنی آن وریانت غزل گلی سرخ را به صدرالدین عینی یک به یک و اساسناک کردن نشان داده از سری نو در بالای آن کار کردن را از او خواهش نموده است. افسوس که امروز غیر از آن وریانت تصحیح شده که با خواهش حیرت تحریر و اصلاح شده در همه مجموعه های عینی درج گردیده است، وریانت های دیگری گلی سرخ محفوظ نمانده است. عینی بعدها همان لحظه مطالعه غزل گلی سرخ را از جانب محمد صدیق مخدوم حیرت و خواهش او را دایری از سری نو در بالای آن کار کردن را این طور بیان کرده است: حیرت آن شعر را بعد از خوانده شنوانیدن من به دست خود گرفته دوباره با ملاحظه های دور و دراز خاموشانه مطالعه کرده، بعد به من با آوازی بلند خوانده کمبودی هایش را نشان داده دوباره کار کرده برآمدنم را مصلحت داد. عینی کلیات جلد 7 صحیفه های 225 226. از بیانات بالا و محققان ایجادیات حیرت معلومات و دلیل واضح و درست درباره اصول و اسلوب و طرز تصحیح و محاکمه و ملاحظه‌رانی او در هنگام محاکمه و مطالعه شعرهای نو ایجاد دیگر شاعران هویدا می گردد. این اصول و اسلوب و طرز محاکمه و مطالعه شعرهای دیگر شاعران را از خوانده، شنیدن و شنوانیدن بعد به دست خود گرفته دور و دراز خاموشانه مطالعه کردن آنها، پس باز با آوازی بلند خواندن آن شعرهای نو ایجاد از جانب خودی مصنف و ثانی کمبودی های آن شعرها را نشان داده دوباره در بالای آنها کار کردن را مصلحت دادن محمد صدیق مخدوم حیرت و مانند آنها عبارت بوده است که بعدها خود عینی همین تجربه را در حیات و تجربه ایجادی خود دوام داده است. هم از بیانات فوق صدرالدین عینی و هم از فرضیه بالای راقم این سطرها
به خلاصه نآمدن ممکن نیست که متن امروزه غزل گل سرخ را که با راهبری و غمخواری بیواسطه حیرت به وجود آمده است نقطه مرکزی تشکل سالهای اول ایجادیاتی عینی و سرآغاز فعالیت ایجادی او از سال 1895 شماریدن ممکن است. یعنی همین غزل صدرالدین عینی را پرره به میدان ادبیات بدیعی داخل نمود. بنابر همین عرفه عید نوروز سال 1895 را باید سنه سرشوی ایجادیات بدیعی او حسابید. حالان که در ماه نوامبر سال 1935 جمعیتچگی ادبی و بدیعی فرقوی و شورای جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به خطای جدی راه داده به جای 40 سالگی فعالیت ایجادی عینی که سرآغاز آن را با سنه همین غزل گل سرخ ماه مارس سال 1895 علاقمند می نماییم 30 سالگی فعالیت ایجادی او را قید کرده بود. با باوری تام تصدیق کردن ممکن است که گرچند فعالیت ایجادی عینی خیلی بر وقت آغاز یافته است، همین سنه سال 1895 را به طور کامل سال سرشوی ایجادیات صدرالدین عینی حساب می نماییم، چون که خود عینی نیز بهر به یاد آوری خاطره دوست، راهبر و معلم ایجادیش حیرت قریب همه بیت‌های حیرت در سال 1895 تحریر کرده غزل گل سرخ را در یادداشت‌هایش پرره جای داده است. او در این باره به آیندگان چنین معلومات می‌دهد: من آن شعر را گل سرخ را همان وقت سال 1895 با راهبری حیرت درست کرده بودم و در اینجا برای یادآوری آن دوستی مهربانم نقل کردن را مناسب دیدم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 226. شما گفتار 41 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.